مردم این کشور ماهی 55 میلیون یارا نمیگیرن. این کشور اونقدر کوچیکه که اگه بخوای کلشو بگردی 4 ساعت بیشتر طول نمیکشه. قیمت نون 20 سال تو این کشور هیچ تغییری نکرده. یه خدمتکار ساده روزی 5 میلیون حقوق میگیره و خط فقر کلا اینجا وجود نداره. دولت هزینه اجاره خونه رو پرداخت میکنه و هزینه آب و برق و گاز هم مادام العمر مجانیه. علاوه بر این دولت برنج و آرد و شیر مجانی به همه میده. علاوه بر بورسیه تحصیلی دولت پول تو جیبی ماهانه هم به دانشجوهاش میده. بعدش هم بهشون پول میده تا ازدواج کنن و حتی بعد از ازدواج بهشون هدیه عروسی هم میده. با پاسپورت این کشور هم میتونی به 99 تا کشور دنیا سفر کنی بدون اینکه ویزا داشته باشی. این کشور فوق العاده جایی نیست جز کویت. با اینکه مساحتش به اندازه تهران خودمونه و فقط 4 میلیون جمعیت داره، با ارزش ترین پول دنیا رو داره و هر دینارش برابر با 3 دلار آمریکا و 246 هزار تومان ایرانه. حالا اگه از نظر تو هم کشور خفنیه، لایک کن این پستو بفرست واسه اونی که دوست داری باهاش تو همچین کشوری زندگی کنی.